دوستان عزیز، امروز میخوام بیام تو سوپرمارکت محله شهر دبی تو محله مردف بهتون نشون بدم. من بابت ویدیوی قبلی که تو پارک مردف گرفتم، پارک محله مردف، عذرخواهی میکنم به خاطر صدا. امروز اومدم یه دوغ بخرم برای خودم. هوا گرمه، یخچالاشه، اینم اندوانه و پیاز این چیزا دارن، یخچال ویتامین سی و جوز و آب میوه. و من میخوام یکی از این دوغا بگیرم. یک دقیقه استوب بزنم. خب یه لبن آب گرفتم، دوغ دونه 1 درم، نوشابه و ماست و میوه و اینم سبزی هاشه. اینم چی بهش میگن؟ گشنس جعفری که اردو بهش میگن دنیا، دونه 1.5 درمه. کوکونات پاودر و بستنیاش، بستنی. این سوپرمارکت تو محلمون هستش، هر روز میام از اینجا خرید میکنم. انواع و اقسام بستنی داره. دوستان لطفاً خواهشاً سابسکرایب کنید، کامنت بدید. من تازه شروع کردم، اگر که ویدیو تصویر هر چیز ضعیف هستش من عذرخواهی میکنم. اینم اسباب بازی، چیپس، سلاله چیپس، عمان چیپس، هر چیز بخوای اینا دونه 0.5 درهم هستش. این دوغ لبناب هم 1 درم هستش. باید یک لسی. انشالله ویدیوی جدید میذارم، لطفاً سابسکرایب و کامنت کنید. یکی؟ اوکی، خیلی ممنون و تشکر. لطفاً سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. اینم رستوران محله ما هستش. خدا یار و نگهدار شما.